با سرخط خبرها در رادیوی آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز، در چند دقیقه که در اختیار داریم از اون خواهیم گفت که تاجیکستان ادعاها درباره شرکت تاجیکان در اعتراضهای قزاقستان را رد کرد. دادستانی کل تاجیکستان گفت که چرا کاتبه سابق را 10 سال زندان کردند. مسئولین شرکت واگنر از عفو 20 زندانی خبر دادند که در جنگ اوکراین شرکت داشتند و احتمال شدیداً سرد شدن هوا باغداران تاجیک را نگران کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان این کشور در اعتراضهای ماه ینور سال گذشته در قزاقستان را رد کرد. یک روز پیش دادستانی کل قزاقستان گفته بود در بی‌ترتیبی‌های سال گذشته در این کشور شهروندان خارجی از جمله تاجیکستانیان شرکت داشتند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 6 ینور بر رادیوی آزادی نوشت جانب تاجیکستان درباره شرکت داشتن شهروندانش در واقعه‌های سال گذشته از قزاقستان معلومات رسمی نگرفته است. در این نهاد همچنین گفتند بعد نشر خبرها در این باره سفارت تاجیکستان به ساختارهای دخلدار قزاقستان مراجعت کرد و این دلیل‌ها تصدیق خود را نیافتند. دادستانی کل قزاقستان تنها گفت در رابطه با اعتراضهای ماه ینور 573 نفر محکوم شدند. اعتراضها در قزاقستان ماه ینور سال گذشته بعد بالا رفتن قیمت گاز مایع آغاز شده به بی‌نظمی‌های عمومی و با استفاده از سلاح پیچیدند. یوگنی پریگوژین مؤسس گروه غیر رسمی نظامی واگنر و از افراد نزدیک ولادیمیر پوتین از عفو گروه اول زندانیان خبر داد که به جنگ اوکراین جلب شده بودند. پریگوژین گفته است گناه 20 محبوس بخشیده شد. حامیان حقوق قبلا گفته بودند که از نگاه قانونی مسئله عفو این گونه محبوسان پورا حل نشده است. تاجر روس اظهار داشته است که اکثر محبوسانی که به عملیات جنگی در اوکراین جلب شدند تصادفی به زندان افتیدند و برای منفعت‌های ملی می‌جنگند. چند ماه باز از زندان‌های روسیه محبوسان را به جنگ اوکراین می‌برند. در این میان جنایتکاران خطرناک هم هستند. یوگنی پریگوژین از صاحبکاران نزدیک به پرزیدنت روسیه برای عوض شرکت در جنگ به محبوسان وعده می‌داده است که آنها را عفو خواهند کرد. در میان زندانیان به جنگ سفربر شده تاجیکان هم هستند. چند مورد کشته شدن زاده‌های تاجیکستان رسانه‌ای شد که تا رفتن به جنگ اوکراین در محبس‌های روسیه بودند. دادستانی کل تاجیکستان قضیه عزیزه حیدر و کاتبه دادرسی معروف با حکم سفید را که اخیراً به 10 سال زندان محکوم شد شرح داده است. در خبرنامه‌ای که روز 6 ینور نشر شد دادستانی در واکنش به خبر آزادی درباره حکم حیدر و گفته است در مرافعه دادگاهی حالت‌های تصرف کردن خانه یک ساکن شهر خوجند و قلابی کاتبه سابق اثبات شده است. بنا به نوشته دادستانی عزیزه حیدر و کاتبه سابق سودیای ناحیه باباجان غفورов با حکم سود ناحیه مسجا از 16 دکبر سال گذشته برای از خودکنی مال و ملک غیر قلابی و ساختکاری دلیل‌ها و جبران نکردن مبلغ ضرری رسانیده محکوم به 10 سال زندان شده است. برنا حیدر و مادری عزیزه روز 4 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود از حکم شدیداً ناراضی است. و قبلا ادعا کرده بود که مفتشان دخترش را بر ضد رستم سعید احمدزاده دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورов استفاده کردنی هستند و بحث خانه یک بهانه است. او گفته بود خانه را با پول کار کرده‌اش در مهاجرت خریده است. ҳавои номусоиди имсола ба вижа борону сел ба моҳипарварони минтақаи кӯлоб зиёни ҷиддии молӣ расонд. яке аз ин хоҷагиҳо хоҷагии зарбдор дар паҳлӯи кӯлобдарё бунёд шудааст. бо омадани сел оби кӯлобдарё баланд шуда 30 000 моҳичаро бо худ бурдааст. хоҷагидорон мегӯянд ки моҳиҳоро ба ҳавзҳо тоза сар дода буданд. моҳипарварон умед доранд ки соҳилбандӣ ба рушди соҳа кӯмак хоҳад кард. ҳамкорамон маҳмудҷон раҳматзода дар бораи вазъи соҳаи моҳипарварӣ дар кӯлоб гузорише таҳия кардааст ки дар барномаи ахбор пешкаш мешавад. ضمناً احتمال خیلی سرد شدن هوا در روزهای نزدیک باغداران و صاحبان گرمخانه‌ها را در تاجیکستان و ازبکستان جداً نگران کرده است. نشریه تحلیلی استفروت که با تحلیل بازار میوه و سبزیجات مشغول است، نوشته است سرمای شدید و زمین با کار باغداران مشکل ایجاد می‌کند. تحلیلگران نشریه با تکیه به پیشگویی هواسنجان نوشتند از 10 تا 15 ینور هوا در بعضی از منطقه‌های کشور شبانه تا 20-22 درجه سرد می شود. این در حالی است که در اکثر منطقه‌هایی که به باغداری مشغولند سردی هوا نباید از 17 درجه پایین باشد.
با نوشته تحلیلگران نشریه این وضع میتواند به کار مخصوصا گرمخانه‌ها خطر ایجاد کرده باعث کم شدن حاصلناکی و بالا رفتن نرخ شود. در صورت ادامه سرمای شدید درختان انار و لیمون و میوه‌های دیگر را به تهدید تلفیابی روبرو می‌کند. تحلیلگران ایستفروت بارها تاکید کردند که تغییر اقلیم برای دهقانان در تمام جهان مخصوصا آسیای مرکزی پیامدهای ناگوار دارد. بعضی رسانه‌های افغانستان از کشته شدن یک شهروند تاجیکستان با لقب ابو عمر در ولایت بدخشان آن کشور خبر دادند. از این فرد به عنوان مینه‌ساز ماهر و مربی جنگجویان خارجی نام میبرند. سایت روزنامه 8 صبح روز پنجشنبه 5 انور با تکیه به منبع‌های خود خبر داد که جسد این جنگجوی تاجیک 3 روز پس از ناپدید شدنش در یکی از دهه‌های ناحیه بهارک بدخشان پیدا شده است. درباره ابو عمر معلوماتی زیاد در دست نیست. تنها گفته می شود که او زاده ناحیه وخشی ولایت ختلان است. و چون معمول در آخر برنامه از قرب اسعار میگوییم. بانک ملی تاجیکستان روز 6 انور قرب 1000 روبل روسی را 141 سومانی و 50 درم، یک دلار آمریکایی را 10 سومانی و 20 درم و یک یورو را 10 سومانی و 78 درم تعیین کرده. قرب رسمی بانک ملی از قرب اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. تشکر که ما را همراهی کرده. اخبار بیشتر را در صفحه‌های رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخبار آزادی انتظاریم. تا آن لحظه خدا نگهدار.